سلام به رفقا، عزیزای دل، اسنوکر بازا، بیلیارد بازا، کسایی که علاقه دارن به این ورزش. امیدوارم که حالتون خوب باشه. من آرش هستم و این سری با یه ویدیوی عالی در خدمت شما. یعنی اگه میخواید یکی از بهترین فریم‌های تاریخ اسنوکر رو ببینید، پیشنهاد میکنم که این ویدیو رو از دست ندید. بازی بین رونی سالیوان و مارک سلبیه. بدون هیچ صحبت اضافه‌ای بریم ببینیم که چه اتفاقی تو این فریم میفته. خب سالیوان برکو میزنه، بازی 5-3 به نفع سالیوانه. یعنی سالیوان این فریم رو ببره بازی تموم میشه. یه برک فوق العاده بدی زد سالیوان، شانس آورد که توپی به مارک سلبی نداد و یعنی موقعیت خیلی خطرناکی میافتاد دست مارک سلبی. خب یه سیفتی تقریبا خوب، منتها سلبی توپ خوبی اینجا داره، بسیار زیبا. چه ضربه ای، چقدر زیبا. بله، افه توپ مشکی رم داد. یه موقعیت عالی، اینم پات میکنه، ببخشید. خب میره برای این توپ قرمز، بسیار زیبا. کنترل کیوبال عالی، موقعیت سازی فوق العاده. توپ مشکی رو داره که اینم به راحتی هرچه تمام پات میکنه. میاد برای این یکی، فکر کردم اون توپ رو میخواد بزنه، دیدم موقعیت خوبی نداره. میاد برای این یکی قرمز، خیلی استیبل، خیلی روون، اونم پات میکنه. دوباره میاد برای توپ مشکی، بسیار زیبا، بسیار زیبا. دونه دونه ببین تک و رنگی رو داره میزنه، میزو داره خلوت میکنه. کنترل کیوبال بازم میگم فوق العاده. بچه چه لرزشی داره، میبینید وقتی کیوینگ میکنه اصلا سرش به قدری لرزش داره، اصلا عجیب غریب. منتها لاین گم نمیکنه، یعنی لرزشی نیست که باعث بشه لاین رو گم کنه، خراب بشه ضربش. میبینی فقط به خاطر کیوینگ سرش تکون میخوره. یه افزیر خوب، تمیز، توپ خطکش، بسیار زیبا. اینم پات میکنه. میاد برای توپ صورتی، اینم به راحتی هرچه تمام پاتش میکنه. یه دونه توپ قرمز اینجا آزاد داره، میره برای این، بسیار زیبا، بسیار زیبا. شانس آورد توپ صورتی رفت روی اثبات 5. ببینیم چیزی آزاد کرد، مشخص نیست آیا اینجا توپی داره یا نه. به به، چه دبلی، چقدر زیبا. تو چه موقعیتی دبل میزنه. باریکلا. دوباره یه دونه کنون. موقعیت کیوبال موقعیت خوبی نیستش، چسبیده به باند. اینجور ضربه‌های سختی هستن و پرخه، ولی به راحتی هرچه تمام پات میکنه و یه پوزیشن فوق العاده عالی برای توپ 7. فوق العاده عالی، باریکلا. یه ریکاوری شات خیلی قشنگی بود. اینجا نتونست دوباره کنون کنه. کنترل کیوبال از دستش خارج میشه، مجبور میشه که ضربه سیف بزنه. بله، 70 امتیاز جلوی برک 70 رو زده. سالیوان باخت قبول نمیکنه، میاد روی میز. سلبی هم ناراحته از این که چرا یه همچین توپی رو خراب کرده. موقعیت همه جوره به نفع مارک سلبیه. 70 امتیاز جلوی کم نیست، یه فریمه.
میاد ضربهشو میزنه. یه سیف یه سیف خوب. نه یه دونه توپ داده. ببینیم سالیوان از این ضربه چه استفاده میکنه. به 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 چه ضربه ای، چقدر زیبا، چه ضربه قشنگ، چه کمکی گرفت از توپ قرمز برای اینکه کیوبالش بیسته. چه پوزیشنی برای صورتی. چقدر بگیم از زیبایی این ضربه کمه. فوق‌العاده زیبا زد. خب ببینیم چیکار میکنه. میاد برای این قرمزی که آزاده. بسیار زیبا میزنه. موقعیت کیوبال موقعیت خوبی فکر نکنم باشه. احتمال زیاد ضربه آروم میزنه. حالا ببینیم کدوم توپ مد نظرشه که پات کنه. داره برد و نگاه میکنه که ببینه وضعیت امتیازها در چه حاله. بسیار زیبا، بسیار زیبا، چه ضربه زیبایی. خب موقعیت بازم موقعیت خوبی داره چک میکنه که چی کار باید بکنه، پلنش چیه. یه صورتی خیلی شیک پات میکنه. بله 48 امتیاز عقب، 51 امتیاز روی میزه. یعنی همه رو باید با توپ مشکی بزنه. 51 امتیاز روی میزه. خب سالیوان میاد اون توپ قرمزم پات میکنه. میاد برای توپ 7. بسیار زیبا، بسیار زیبا، چه ضربه قشنگی، چقدر زیبا. بچه ها توپای میدل واقعا سخته. این زیبایی پات میکنه. یک کنترل کیوبال فوق العاده زیبا، فوق العاده عالی. اینم پات میکنه. میاد پشت این قرمز. بسیار زیبا. دونه دونه توپا رو داره پات میکنه. دونه دونه داره توپا رو پات میکنه و از جلوی مسیرش بر میداره. ببینیم اینم ضربه سختیه ولی نه به راحتی، هرچه تمام اونم پات کرد. میاد دوباره داره میزو چک میکنه. میاد برای توپ مشکینم خوبیه، هرچه تمام پاتش میکنه. چه افهی برای توپ زد. بسیار زیبا، با چه پاوری. همه توپا رو نیاز داره. یعنی باید تمام توپا رو پات کنه. قیافه مارک سلویو از خودش راضی نبود برای آخرین ضربه‌ای که زد. بله سبزم پات میکنه به راحتی، هرچه تمام. موقعیت خوبی نیست. به سفید جای خوبی قرار نداره. بله مجبور میشه میزو بچرخه. پات نشه. شانس آورد. بازم جای خوبی با این استاد. بازم کیوبال جای خوبی نیست و یه ضربه خیلی سختی پیش رو داره. این باید ریکاوری شات بزنه. ببینیم چجوری اینو پات میکنه. بسیار زیبا، بسیار زیبا، به راحتی هرچه تمام. دوتا توپ داره که این دوتا رو هم بزنه مسابقه رو میبره. به 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 به، چه ضربه‌ای، چه افه‌ای، چقدر خوب. ببینیم این توپ 7 رو چیکار میکنه. و بله یکی از زیباترین کامبک هایی که میتونست بزنه به عرصه نمایش گذاشت. بسیار زیبا بود. بازی رو میبره، فریم رو میبره، بازی رو میبره با یک کامبک فوق العاده زیبا. یعنی شما فکر کنید 70 امتیاز عقب باشی، با اون اعتماد به نفس بیاد روی میز و تمام میز رو بزنه. یک کلرینس خیلی زیبا. میز سختی بود انصافا. موقعیت خیلی سختی بود. ولی رونی سالیوان اسطوره که میگم به خاطر همین کاراشه. واقعا لذت بخش بود. ویدیو خیلی قشنگی بود. امیدوارم شما هم دوست داشته باشید.
واقعا دوست داشتنی بود. بچه اگه از این نوع ویدیو خوشتون میاد توی کامنت ها برام بگید، من دوباره از این ویدیو براتون قرار بدم. و اینکه اگه دوست داشتید این ویدیو رو، ممنون میشم لایک کنید. و اینکه اگه علاقه‌مند به ورزش اسنوکر و بیلیارد هستید، پیشنهاد میکنم که پیجم رو سابسکرایب کنید. من توی پیجم از این نوع ورزش‌ها زیاد قرار دادم و هر هفته ویدیو جدید میذارم. ممنون که حمایت میکنید. دوستتون دارم. تا ویدیو بعدی، خداحافظ شما.